انشاءالله 70 سال دیگه 60 سال دیگه شما تو این دنیا حضور خواهید داشت و کار خواهید داشت. جوانیتون رو قدر بدونید، از این فرصت استفاده کنید، برای این فرصت طولانی برنامه ریزی کنید، برای اینکه برنامه ریزیتون درست از آب در بیاد فکر کنید، برای اینکه درست بتوانید فکر کنید با قرآن آشنا بشید. از کسانی که پیش از شما و بیش از شما تحمل کردن یاد بگیرید. یاد گرفتن ننگ نیست، افتخاره. همیشه باید یاد بگیرید، تا آخر عمر باید یاد بگیرید. خوب است انشالله، صحت خوب است؟ ممنونم، مرسی. شما خوبی؟ تشکر، خیلی خوش آمدی با وطن. مرسی، ممنون. اسمت چی است؟ سحر جان چند روز است که آمدی بخیر افغانستان؟ من تازه اومدم دیگه. امی امروز رسیدین؟ بله. خب ماشاءالله. چند سالت است سحر جان؟ من 11 سالمه. 11 سال. با تمام فامیل برگشت کردن آمدن افغانستان؟ بله. افغانستان قبلا هم اومده بودی؟ افغانستان دیده بودی؟ نه اصلا ندیده بودم، بزرگ نشده بودم اینجا، متولد ایرانم. کدام شهر زندگی میکردی؟ ما پایتخت تهران بودین. بسیار خوب. مدرسه هم میرفتی؟ تا صنف چند درس خوانده بودی؟ مدرسه میرفتم، تا کلاس 5 خوندم، با دوستام، با معلمم. اینا همه دوستام من دوست شده بودم. امسال میخواستم برم کلاس 6 و خیلی دوست داشتم که اونجا درس بخونم، حداقل یه چیز یاد بگیرم، بیام تو کشور خودم، وطن خودم، من اینجا یه پیشرفتی بکنم. سحرمو چی آرزو داره؟ من آرزو دارم که دکتر روانشناس بشم، به هموطنان خوبمون کمک کنم. چی چیز برات سخت بوده تا فعلا که آمدی افغانستان دیدی؟ برات زیاد تحملش سخت بوده تا فعلا؟ خاک تو لختش. باد زیاد است نه؟ خیلی چشمام داره میسوزه. خیر است انشالله که بخیر این موضوعات عمل شود دیگه. حالا که صف بسته بودین به چه خاطر صف بسته بودین؟ برای غذا گرفتن. خب بابت غذا بوده. بسیار خوب. ایران هم حتما دوستای زیاد داشتی دیگه؟ بله خیلی دوست عزیز من، مانیا، ارغوان، رها، فریه، اینا دوستای من بودن، دوستای خیلی خیلی صمیمی. به دوستای دیگرم دق شدی برشان؟ خیلی دلم برشون تنگ شد. از این بعد هم دیگه شاید یادت هم بیاین دیگه زیاد روزا. آره. خب تا فعلا اینجا با کسی آشنا شدی؟ نه فعلا با کسی آشنا نشدم. دلم انقدر برای دخترم و زنم انقدر تنگ شده که نگم. انقدر دلم برشون تنگ شده که نگم. زنمون دخترمون آقا چطوری میتونم از اونا دل بگیرم؟ یا همو دردای مهاجرت است که سر هر هموطن ما که آدم ببینه. ما بار هم گفتم که هر کدامشان هزار یک درد به دلشان است. زن عموت و دختر عموت اونا ایران هستن؟ بله اونا پاسپورت دارن ایران. اونا پاسپورت دارن، شما پاسپورت نداشتید؟ نه ما برگه سرشماری داشتیم متاسفانه. چی میخوای حالا دیگه؟ بخیر میخوای که دیگه باشین افغانستان بخیر از نو بسازه؟ بله من تو وطنمون باشیم دیگه، زندگی تو وطن. بخیر انشالله که بخیر همه چیز خوبم میشه دیگه. بله خوب میشه. آرزوی خوبیای بیشتر داریم. بله پیشرفت وطنمون. خیلی آرزوی دیگه هم دارم. از شرایط دخترها ما این سوالات به خاطر از سرجان میپرسم که نام خدا دختر بسیار هم تو روشن و دختری است که درس خوان و فهمیده نام خدا. از شرایط زندگی دخترها در افغانستان معلومات داریم؟ حالا اگه مدرسه رو باز کنن دستپوششون هم هست. مدرسه رو باز کنن بچه ها درس بخونن، دختر درس بخونن، تو کشورشون پیشرفت کنه. اینا اگر باز کنن دیگه خیلی خوب میشه. خیلی دیگه هیچ نیاز نمی داشته باشیم که بریم مهاجر شیم. آره دیگه نیاز نیست که بریم مهاجر شیم، بریم یه کشور دیگه، بریم آلمان، کانادا، ایران. دیگه نیاز نیست بریم به کشورهای دیگه. تو وطن خودمون دیگه میتونیم درس بخونیم.
میتونیم یه پیشرفتی برای کشورمون کنیم. ماشاءالله. سرجان میفهمی از کدام ولایت هستین شما؟ بله، هرات. خب از هرات هستین. ماشاءالله. دیگه حالا بخیر حتما روان هستین به طرف هرات. بله میخوام. نگفتی که ما در هرات هستیم، فعلا خود در هرات هستی، رخ میفهمی. آره. دیگه از اینجا تا مرکز شهر 1-2 ساعت فاصله است. آره. ان مرکز شهر بازم بادا و طوفان هم کم است. مرسی.